من هیچ صحنه ای رو وحشتناکتر از صحنه قبر ندیدم. به پیغمبر علیه السلام در خواب و در شب اسراء و معراج بهشت، دوزخ، همه چیز نشون داده شد. فرمودن از همه وحشتناکتر قبر بود، تنگ و تاریک. سوال مطرح می شود چه بکنیم که بیدار باشیم، هوشیار باشیم، غافل نباشیم، خودمون رو محاسبه بکنیم؟ چه بکنیم؟ دو تا مطلب خیلی مهمه در این زمینه که ما دچار غفلت نشیم، شیطان ما رو گول نزنه، خدا و قیامت رو فراموش نکنیم، مواظب باشیم که مرتکب محرمات نشیم، محرماتی که خیلیشون برمیگردد به حق و حقوق الله جل شأنه. بحث فحشا و زناست، مشروب خوریست. این دو تا قضیه در جوامع ما مسلمین دارد روز به روز بیشتر می شود. یکی مشروب خوری که جزو گناه های بزرگ است که کسانی که معتاد بشوند به مشروب و خوردن مشروب در جهنم، خداوند در جزای مشروب خوری خونابه جهنمیان به اونها میدهد. جهنمیانی که عذاب میبینند و خونی از اونها خارج میشود، این خونابه نوشابه مشروب خورا میشود. و زناکاران که بدترین و زشترین راه رو در پیش گرفتن که خداوند تهدید به جهنم کرده و در بعد از مرگشون من این مورد رو اشاره بکنم، زنا کردن با ناموس مردم. پیغمبر علیه السلام فرمودن به من نشون داده شد کسانی بعد از مرگشون عذاب میدیدن. یک نوع عذاب به این صورت بود، به یه جایی رسیدیم داد و فریادی بلند میشد، به اونجا که نزدیک شدیم یه چیزی شبیه تنور بود، تنورهای قدیمی دیدی تو زمین گودال میکندن، آتشی بلند میشد و داد و فریاد. وقتی نگاه کردیم دیدیم که مردان و زنانی لخت و عریانن، آتش از پایین میاد، جیغ میزنن. سوال کردم اینا کیا هستن؟ بهم گفته شد اینا مردان و زنان زناکارن، هنوز قبل از اینکه قیامت بشود در قبرشون این گونه عذاب میبینن. پس مواظب باشیم عزیزان، خودمون رو محاسبه بکنیم، بررسی بکنیم. چون نمیخوام وقتتون خیلی بگیرم، یه چند دقیقه فقط خیلی کوتاه و مختصر اشاره به این مطلبم داشته باشم. سوال مطرح میشود چه بکنیم که بیدار باشیم، هوشیار باشیم، غافل نباشیم، خودمون رو محاسبه بکنیم؟ چه بکنیم؟ دو تا مطلب خیلی مهمه در این زمینه که ما دچار غفلت نشیم، شیطان ما رو گول نزنه، خدا و قیامت رو فراموش نکنیم. یکی یاد مرگ است، اکثروا ذکر هذه اللذات. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بسیار یاد اون چیزی بکنید که شهوتها و لذتها و هواهای نفس رو از بین میبرد و اون مرگ است و مردن است که قطعا دیر یا زود، پیر یا جوون، سالم یا مریض، نگو من سالمم، نگو جوونم، چقدر به چشم خودت دیدید یا به گوشت حداقل شنیدید جوانانی که در اوج جوانی، در بهار زندگیشون ازدواج کرده، ازدواج نکرده، تازه ازدواج کرده، تازه عقد کرده، اما مرگ سراغش اومده و وی رو به کام خودش و قبر فرو برده است. پس نگو جوونم، نگو هنوز سن و سالی از من نگذشته. همه ما باید هر لحظه منتظر مرگ و مردن باشیم. بسیار یاد مردن بکنیم که دلها نرم میکند. بریم به قبرستان ها سری بزنیم، زیارت و دیدار از مردگان داشته باشیم. زمانی که کسی فوت میکند تشییع جنازه بکنیم، بریم بر لب قبر بایستیم و بنشینیم و نگاه بکنیم. لحظه ای که مرده رو از رونده بیرون میارن و وارد قبر و لحد تنگ و تاریک میکنن و سنگی رو میگذارند و خاک میریزن، بگو اگر من بودم جای این مرده آیا آمادگی داشتم برای اینکه سوال منکر و نکیر جواب بدم؟ آمادگی داشتم که در این قبر تنگ و تاریک تک و تنها باشم و دفنم بکنم یا نه؟ یاد مردن بکنیم. بریم پیش بیماران، دردمندان، گرفتاران بنشینیم تا شیطان ما رو مغرور نکند، گول نزند. پیغمبر فرمودن علیه السلام من میتونم از خدا بخوام که خداوند به شما نشون بده وقتی سر قبرها رفتید ببینید تو این قبرها چه میگذرد. اما اگر این کار میکردم شما نزدیک به قبرستان نمیرفتید و مردگانتون رو دفن نمیکردید از حول و وحشت و هراسی که میدیدید در قبرها. و فرمودن ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من. من هیچ صحنه ای رو وحشتناکتر از صحنه قبر ندیدم. به پیغمبر علیه السلام در خواب و در شب اسراء و معراج بهشت، دوزخ، همه چیز نشون داده شد. فرمودن از همه وحشتناکتر قبر بود،
تنگ و تاریک. اما اگر انسان مؤمن باشد، با خدا باشد، اهل نماز و روزه و صدقه و قلب پاک و اخلاق نیک باشد، اهل توبه و استغفار و ورد و ذکر و قرآن باشد، دیگه قبر او قبر نیست. قبر مؤمن باغی از باغهای بهشت است، روشن است، منور است، فراخ و گشاد است. خودمون رو آماده بکنیم برای یک چنین لحظه و یک چنین صحنه ای